سلام بچه ها، لونا هستم. به چنل من خیلی خیلی خوش اومدین. خب من امروز اومدم شهر نیکوزیا که بهتون جای دیدنشو نشون بدم. مخصوصا یک کاروانسرای خیلی قشنگ داره به اسم بویوکان که با هم بریم ببینیم که چه خبره. و اما ممنون میشم که چنل منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، برام کامنت بذارید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که خیلی به من کمک میکنه. اینجا کاروانسرای بویوکان هستش و تو زمان عثمانیان ساخته شده بوده و خب یه زمانی تغییر کاربری داده بوده و تبدیل شده بوده به زندان، اما خب الان به عنوان میراث فرهنگی میشناسنش و تبدیل شده به یه جای توریستی و مخصوصا چون اینجا مرز بین قبرس شمالی و جنوبی هستش، از قبرس جنوبی خیلی میان دیدن این شهر و این کاروانسرا. طبقه دومشم گردنبند و حتی این صنایع دستی خودشونو میفروختن. بعد خیلی برای من جالب بود، یه سری صابونایی بود که با روغن زیتون درست میشد. بعد یه نکته جالب، چون مردم قبرس جنوبی خیلی اینجا می اومدن، قیمت همه چی به یورو بود. رفتیم یه قسمتی فستیوال بود، خیلی شلوغ بود چون هالیدی بود و برنامه‌های مختلفی داشتن دیگه. و یه قسمت بود غرفه بود که غذاهای سنتی قبرس رو درست میکردن و جالب بود. مخصوصا یه غرفه بود، غرفه ایتالیا بود، پیتزا درست میکرد. غرفه های دیگه هم غذاهای مخصوص خودشون رو درست میکردن دیگه. این بخش نیکوزیا لفکوشاست که خوردنه مخصوص قبرس بودش. بعد اینجا چون تعطیلات بود موزیک زنده داشتن و رستوران اطرافش هم شلوغ بود، میز صندلی چیده بودن.
اینجا هم مرز بین قبرس شمالی و جنوبی هستش که اطرافش مغازه و ایناست و خب چون سال نو هم بود از جنوب خیلی می اومدن اینجا. اینجا شیرینی فروشی بود که باسلوق و با طعم‌های مختلف میفروخت. همراه هم بودین. لایک و کامنت فراموش نشه. مرسی.